مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت یک نورست و یک کودک 3 ساله در دو صدمه در نویه فرخور و شهر وحدت خبر داد. شام 21 اپریل سال 2024 تقریبا ساعت 23 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا تورزاده سید نوردین سال تولدش 2001 ساکن نویه فرخور هنگام حرکت از سمت دهه حیات نو به سمت مرکز نویه فرخور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ سفاروف کامل جان سال تولدش 2006 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ سفاروف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است، ولی طبیبان نتوانستند جان جوان او را از مرگ نجات دهند. کامل جان سفاروف یک روز پس در بیمارخانه وفات کرد. همچنین روز 22 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه راننده نقلیات مسافرکش تمغه مرسدس بنز سپرینتر برونوف مظفر سال تولدش 1971 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت به سمت بازار مرکزی شهر وحدت در نزد بیمارخانه مرکزی پیاده‌گرد خردسال محمدزاده محمد طاهر سال تولدش 2001 ساکن شهر وحدت را پخش کرد. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی محمد از دست بابایش لشکروف محمد امین خالق نظارویچ سال تولدش 1957 کنده کرده دویده برای ماشینگرد برآمده است و زیر چرخ مرشود مانده است. در نتیجه خردسال محمدزاده جراحت‌های وزیر جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوی بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد.